هنگامی به 9 تقسیم کردن عدد در بقیه 7 حاصل می شود. هنگامی تقسیم همین عدد به 3 در بقیه چند حاصل می شود؟ بیاید اول ببینیم که کدام عددها به 9 تقسیم می شوند. عددهای 18 27 و عددهایی که به 9 کرته هستند، یعنی فرم این عددها 9 کم باشد که در اینجا 1 2 یا 3. اگر 1 گذاریم 9 می شود، 2 گذاریم 18 و 27 همین طور، یعنی همه این عددها به 9 تقسیم می شوند که در اینجا عددی بوتون است، یعنی دلخواه عددی که فرمش به 9 که درست می گیرد به 9 تقسیم می شود، ولی در هنگام تقسیم کردن 7 بقیه می ماند. یعنی این عددی که ما به 9 آن را تقسیم می کنیم، این 9 که جمع 7 می باشد، یعنی هنگام تقسیم کردن این عدد 7 بقیه می ماند و ما باید این عدد را به 3 تقسیم کنیم و ببینیم که چند بقیه می ماند. بیاید به 3 تقسیم میکنیم این عدد رو. اول می نویسیم 9 که جمع 7 رو می نویسیم 2 ضرب 3، چون که باید ما ببینیم که به 3 تقسیم می شود و چند بقیه می ماند. 2 ضرب 3 باز جمع 1، یعنی 2 ضرب 3 6 می شود، جمع 1 این می شود 7. تقسیم 3 برابری. اکنون هر یک کدام آنها رو علاوه به 3 تقسیم میکنیم. 9 که تقسیم 3 جمع 2 ضرب 3 تقسیم 3 جمع 1 تقسیم 3. 9 که تقسیم 3 این به 3 تقسیم می شود 3 که. 2 ضرب 3 تقسیم 3 این می شود که 2 جمع 1 دیگر به 3 تقسیم نمی شود، یعنی 1 بقیه می ماند، یعنی 1 بقیه می ماند. پس در اینجا جواب تست چهارم ما 1 می باشد.